اول صفحه چیه؟ معاملت. صفحه بعد چیه؟ ام اتخذوا. صفحه بعد چیه؟ وهو الذي خلق صفحه الليل بعد چیه؟ قل انما غزاكم صفحه بعد چیه؟ قالوا فاتوا ونوحا. ما شاء الله. الله. پدرت حالا دعوت کرده یا نکرده؟ بلا و عبی. سوال می‌فرمایند که اگر برادر شما بخواد شما رو احیانا کتک بزنه شما چی کار میکنید؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. ما شاء الله. بله. اذا تألبت علينا دول الكفر ماذا نعمل؟ اگر دولت‌های مستکبر همه بر ما دور ما جمع میشن و میخوان ما را بزنن، ما چه کار کنیم؟ و جزاء سیئة سیئة مثلها. بنفس السلاح لابد ان نرد عليه. هذا الصح. خب باز هم سوال بفرمایید جناب حسین. إذا أردت أن تسأل من تسأل في المسائل العلمية الدينية؟ اگر سوال علمی میخوای بکنی از کی میپرسی؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. سأله ماذا تحب من الأغذية والأطعمة، أجاب بهذه الآية الكريمة. چه لباسی رو دوست دارید؟ ولباس التقوى ذلك. الله اکبر. الله اکبر. سوال فرمودن که چهار پایانی که تا به حال شما دیدید کدام ها بودن؟ حالا اینم یک نوع سوال به هر حال. چهار پایان رو می‌فرمایند توضیح بدید. الجواب سأترجم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسط. بهترین هدیه پدر برای بچه خودش چیه؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ما شاء الله. أحسن هدية وأحسن أدب يتقدم به أب لابن قال ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقه در دین. بفرمایید حضرت عالی. پیام شما برای خانواده شهدا چیست؟ چه پیامی دارید برای این پدر بزرگوار و همه ولا پدران؟ تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات. الله. نظر در مورد علما چیست؟ انما يخشى الله من عباده العلماء. الله. پیام شما آقا سید محمد حسین به اون کسانی که علیه امت اسلام، علیه انقلاب اسلامی، علیه مسلمون ها دارن توطئه میکنن و بد اونها رو میخوان، برای اونها چه پیامی دارید؟ فاذا قعدت